های گایز، روز و شبتون بخیر. برگشتیم با پارت دوم 12 خانه هرکول. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم ببینیم توی خانه 4 چی در انتظار هرکوله. توی خانه 4 اوریستئوس به هرکول دستور میده گرازی به اسم اریمانتیان رو زنده براش ببره. اریمانتیان یک گراز وحشی درنده با دندونای بلند و تیز بود. دلیل نامگذاریش هم این بود که توی کوهی به نام اریمانتوس زندگی میکرد. دوست و معلم هرکول شایرون که یه سنتور بود توصیه کرد که هرکول گراز رو بکشونه به سمت زمینهای برفی تا اونجا گیر بیفته. این نقشه کار کرد به هرکول گراز رو گرفت. وقتی رسید به کاخ، اوریستئوس از ترس رفت داخل یک گلدون بزرگ قایم شد تا وقتی که هرکول گراز رو ببره همونجا موند. تمیز کردن استبل آجیاس مأموریت بعدی هرکول بود. شاه آجیاس هزاران گاو و گوسفند داشت. هرکول میدونست تمیز کردن اون استبل بزرگ و به شدت کثیف نیاز به کلی وقت و انرژی داره. ولی ایده‌ای به ذهنش رسید. پیشنهاد داد که استبل رو توی یه روز تمیز کنه و به جاش 10 تا گاو سالم از شاه آجیاس بگیره. شاه آجیاس که به نظرش این کار محال بود پذیرفت. هرکول رودخونه نزدیک به استبل رو هدایت کرد به اون سمت و فشار آب کثیفی‌های استبل رو تمیز کرد. اینطوری هرکول خانه 5 رو هم با موفقیت به پایان رسوند و شاه اوریستئوس دوباره دبه کرد و گفت قبول نیست چون در ازاش هرکول چیزی دریافت کرده. خانه 6 هرکول کشتن پرندگان استیمفالیان بود. اینا دسته‌ای از پرنده‌های بزرگ آدمخوار بودن که اطراف دریاچه استیمفالوس زندگی می‌کردن. هرکول نمیتونست مستقیما به پرنده‌ها نزدیک بشه. پس رفت پیش آتنا و ازش کمک خواست. آتنا بهش قاشق‌هایی داد که هفستوس خدای صنعتگری ساخته بود و صدای بسیار بلندی تولید می‌کرد. هرکول قاشق‌ها رو بالای کوهی در نزدیکی دریاچه برد و اونها رو به هم زد. صدای قاشق‌ها و انعکاسش توی دره باعث شد پرنده‌ها از ترس شروع به پرواز کنند و هرکول فرصتی پیدا کرد که اونها رو با تیر و کمانش بزنه. تا به اینجا هرکول تونسته نصف مأموریت‌هاش رو با موفقیت تموم کنه. همراهمون بمونین تا ببینیم تو خانه‌های بعدی قراره با چه موجودات و خطراتی روبرو بشه. ممنون که تا آخر این پارت همراهمون بودین. امیدواریم لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومده یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون هم بفرستید. ممنون میشیم چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا در جریان آخرین پست هامون باشید.